فرات برابر شو نیزو باباشی تا طلبی موافقی روتا ها روتا یاوا روبرو دیگرو باروف یاد در مسافه یک صحبه توجه باروف وقدا باش نخست و میدان سابقه داران جنگ بین المللی افغانستان و ساخت کنستیتوسیونی قدم میزنند. تشکیلات شورای سابقه داران جنگ افغانستان و ساخت کنستیتوسیونی در شهر یکی از تشکیلات های متحد و فعال می باشد. هنوز در زمان اتحاد شوروی و آغاز استقلال دولتی برای پایداری صلح در یک قطر کشورها و تاجیکستان عزیز خدمت‌های شایان نموده با چندین مدال‌های فخری سرفراز گردانیده شدند. حالا در میدان هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری از حساب آموزگاران و کارمندان ریاست معارف شهر استروشن قدم میزنند. در مؤسسه‌های تعلیمی شهر استروشن 3588 نفر آموزگاران و 59745 نفر خوانندگان تعلیم و تربیت می آموزانند. یکی از ساختارهای کلانترین در شهر به حساب می روند. دستاوردهای معارفچیان شهر در دوران استقلال دولتی صاحب تحسین بوده برای در روحیه بلند وطن دوستی و میهم پرستی تربیت نمودن جوانان و نورسان سهم ارزنده دارند. حالا در میدان هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری جماعت دهاتی صبرستان قدم میزنند. حالا در میدان هیئت شخصی ذخیره سفربری جماعت دهاتی پشکین قدم میزنند. ساکنان وطن دوست و سربلندی جماعت دهاتی پشکین برای دفاع و حمایت کشور همیشه آماده اند. حالا در میدان هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری جماعت دهاتی جوکنده قدم میزنند. شماره اهالی جماعت 13024 نفر را تشکیل داده 224 عدد خواجگاه دهقانی فعالیت دارند. ساکنان وطن دوست و سربلند جماعت جوکنده برای دفاع و حمایت کشور همیشه آماده اند. حالا در میدان هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری جماعت دهاتی نیجانی قدم میزنند. حالا